دوستان ماشین مراجعه کرد با خطای عدم کارکرد قفل مرکزی. مسیر B4 BCM شد. تا فیوزها چک کردیم، فیوز F4 که مخصوص BCM اوکی بود. اینجا دو تا رله داریم که رله های باز و بست قفل مرکزی B4 و B2 و B3. اینا مخصوص باز و بست قفل. متاسفانه به خاطر نصب دزدگیر کلا سیم کشی به هم خورده بود که اصلاح شد.